سلام بینندگان گرامی، تماشاگران محترم. سیاهان به اصطلاح انگلیسی بلسکلک و یا با زبان روسی باشد انکار گفته می شود. بنابراین هفت پوستی سگادار یا سیمتوماتیکی کهنه شده می باشد. بیماری شدید و گذرنده نه آنقدر سیرتی و زهرالودی حیوان کلان شاخدار بوده با حیوان با پیدایش ورم‌های تیز کلان شونده صدادار در موشک‌های بدن پلنگیدن ظاهر می‌گردد. باید قید نماییم که عاید به معلومات نامه تاریخی پهنشوی درجه خوفناکی و ضرری این بیماری از دوره‌های قدیم کشف کرده شده است که اولی توصیف علمی بیماری سال 1872 از طرف شبر داده شده بود که سیاهان را از سوختنی فرق کننده بودند. این چنین برانگیزنده سیاهان را سال 1875 عالم مشهور ساحه بالینگر و سال 1876 عالم دیگر فیزر آشکار نموده بود و رویخط گرفته بودند. خود آنها نیز به طور تجربی بیماری را به وجود آورده بودند. سیاهان حیوانی کلان شاخدار در تمام ممالک دنیا نوبسته از موقع جغرافی و شرایط‌های اقلیمی و خاکی پهن گردیده است. در خشکی‌های نامساعد این بیماری از سبب فوت حیوانات و خراجات برای گذراندن چاره‌بینی‌های ضداحتیاطی ضرری کلان می‌رساند. در جمهوری ما نیز بیماری زیاد وامی خورد. در مسئله آموزش اپیزیاتولوژی منطقوی و کارکرد برآمدن چاره‌بینی‌های ثمرناکی پیشگیری و مبارزه بر ضد سیاهان در جمهوری تاجیکستان عالمان تاجیک یاربایوف ان و وزیر شیرعلی سفرعلیویچ تحقیقات علمی بردند، اما با استفاده مایه‌های ثمرناکیشان بلند و گذراندن امگذرانی‌های پیشگیری کننده نقشوی نگاه نکرده بیماری در محل‌های نامساعد همچون مسائل جدی باقی می‌ماند. برانگیزنده بیماری سیاهان کلاستریدیوم شوای انتهای گراموسبی راست یا کمی کج شده آخرهایش گیر که علاهیده جفت گاهی به شکل زنجیر های کوتاه جایگیر می شود. حجیره ها با خصوصیت های پلیمورفیشان مخصوصا در بافته های حیوان فرق می کند. در محیط های غذایی انایروبی خوب می سبزد. پرورده های کهنه بوی روغن تلخ را دارد. یک چند کامپلیمنت های زهرناکی برانگیزنده الفا، بیتا و دلتا زهرها معلوم است. بوقه های برانگیزنده نهایت استوارند. در دوام یک چند سال با قابلیت حیاتی خود را در خاک نگه می دارند. موشک های پوسیده ایستاده در اخلاط تا 6 ماه عری آبنبارها زیاده از 10 سال در موادهای نمک خورده از 2 سال زیاد حفظ می ماند. در حالتهای خشکونی بوقه ها قابلیت حیاتی خود را هنگامی تا 105 گرادوس گرمی کردن در دوام 12 دقیقه گم می کند. نورهای راستی آفتاب آنها را در مدت 24 ساعت می کشد. هنگام شرایطهای موافق در خاک برانگیزنده می تواند به طور ویژیتاتیوی انکشاف یابد. دزینفکتانت های نسبتاً ثمرناک، محلول های 3-4% فرمالدگید، محلول 10% اشخار نتری، محلول ورکانس 1/100 به شمار می رود. سیاهان حیوان کلان شاخدار از آن جمله گامش ها حساسند. در گوسفندان برانگیزنده سیاهان ماهیت مستقل ندارد. آن بیشتر هنگامی ورمی بدصفت جدا می گردد. حساسیت ناکی نسبتاً بلند در بین حیوانات کلان شاخدار خوشزاد به طور مدنی پرورش یافته، مخصوصاً چاروای گوشتی که وزن گوشتشان زیاد است، چاروای نسبتاً فربه به قید گرفته می شود. بیشتر وقت حیواناتی که از دیگر منطقه ها به محل نامساعد آورده می شدند یا به طور ایمپورت وارد شدند بیمار می شوند.
چارواهای دارای همه سین و سال بیمار می شود، لیکن بیشتر جوانها از 3 ماهگی تا 3-4 سالگی گرفتار می شوند. من بعد برانگیزنده سیاهران منبع برانگیزنده سرایتی حیوانهای بیماری، عاملهای انتقال، خاک، خوراکه، چراگاه، آبهای بطلاق شده، آبانبارهای ناروان که با بوغه‌های برانگیزنده سرایتناک شده‌اند میباشد. در سرایتیابی محیط بیرونه جسدهای سری وقت خون داشته نشده و بوغه‌های برانگیزنده در خاک و آب که دائمیت منبع‌های حفظاتی که بیماری را تأمین می‌نمایند اهمیتی اساسی دارد. موسمناکی بر علا نمایان تابستانی و تیره‌ماهی به قید گرفته می شود. صحتیابی هنگامی به کانال هاضمه و به واسطه خوراک یا آب وارد گشتنی برانگیزنده به عمل می آید. صحتیابی هنگامی با خوراک و آب آشامیدنی افتیدنی بوغه‌ها به عمل می آید. به خون وارد گشته و برانگیزنده و تمام سیریشت پهن می گردد و در موضع‌های بدن که از جمله موشک‌ها بایست می نشیند. بیماری در نتیجه سبزش بوغه‌ها در بافت‌های موشکی بعد از روده‌ها یا جگر افتیدنی آنها پیدا می شود. در توده موشک‌های از گلیکوژن بای اساساً در حیوان‌های فربه برای سبزش بوغه‌ها و حاصل شوی زهر شرایط‌های مساعد فراهم می آید. در جایگیر شوی برانگیزنده التهاب انکشاف می یابد. میکروب‌ها ویرانشوی رگ‌های خونگرد و تجزیه بافته‌ها را و پیدایش اکسودات خونالود و حبابچه‌های هوا در نتیجه حیات و فعالیتی برانگیزنده حاصل می شود به وجود می آورد. در نتیجه ورمی تیزکلان شونده صدادار کربنکله‌ها پیدا می شوند. در این حالت حرارت بدن بلند می شود، فعالیت دل سست می گردد، وظیفه های فیزیولوژی عضوهای داخلی مخصوصاً جگر ویران می شود. محصولات تجزیه شده و زهرها و زهرآلودشوی عمومی سیریشت، ویران شوی فعالیت دل، نفس کشی و مرگ فوری حیوانات آورده می رساند. دوره پنهانی بیماری از 1 تا 3 شبانه روز در حالتهای علاهیده تا 5 شبانه روز ادامه می یابد. بیماری ناگهان سر می شود و به طور شدید می گذرد. همه وقت با مرگ حیوانات به انجام می رسد. هنگام جریان شدیدی بیماری حرارت بدن تا 41-42 گرادوس بلند می شود. حرکت در دوره بر وقتی لنگیدن مشاهده کرده می شود. در قسمت های علاهیده بدن، سغرین، تخت پشت، گردن، صندوق سینه، موضع جاغ پایان، گاهی در کاواکی دهان و حلق ورم‌های تیزکلان شونده گرم و دردمندی محدود کربنکله‌ها پیدا می شود. بدتر آنها خنوکی به درد گشته ورمناکیشان را گم می کنند. هنگامی دست کنی ورمها صدای مخصوصاً غیرازدنی کریپتاسیا، هنگامی تیق تیق زدن پرکوسیا، آوازی بر علای تیمپانی شنیده می شود. پوستی بالای ورم رنگی نافرمانو کبود را گرفته هنگامی بوریش از آن مایع کفدار افلاس خاکستر رنگ بوی روغنی تلخ داشته جاری می شود. دیرتر روح افتادگی عمومی از خوراک رو گرداندن، نبودن کفشکنی را به قید می گیرند. حیوان به زور از جای می خیزد، پای دردمند را برداشته می ایستد، از حرکت می ماند، همزمان نفس کشی مشکل می گردد. یک و یک باره فعالیت دل سست می شود. نبض تا 100 یا 120 ضربه زده در 1 دقیقه می رسد. بیماری عادتاً بعدی 12-72 ساعت به مرگ حیوان به انجام می رسد. پیش از مرگ حرارت بدن از معیار پست می فراید. جریان برق‌آسای بیماری را نهایت کم بیشتر وقت در جوانها تا سن 3 ماهه به قید می گیرند.
بیماری در شکل سپتیکی به پیدایش کربونکلاها ظاهر می شود. حیوان بعد 6-12 ساعت می فوتد. تغییرات تشریحی و امراضی جسدها عادتاً دم کرده می باشد، لیکن سوست تجزیه می شود. از سوراخی های بینی و کاواکی دهان مایع کف مانند جدا می گردد. در موضع پای های قفا تا بوم جهنده، چتن، میان و قدکشک ورم های پهن گشته مشاهده کرده می شود. تشخیص سیاهران را در اساس معلومات های اپیزیولوژی، مجموعی علامت های بیماری با نظرداشت تغییرات تشریحی و امراضی و نتیجه های تحقیقاتی آزمایشی، ضرببینی، مالشک های ایزدار، تحقیقات باکتریولوژی و سنجش بیولوژی در خوبچه های بحری مقرر می نمایند. کشادن جسدها با مقصد پهن گشتن برانگیزنده توصیه کرده نمی شود. بنابراین سبب بولک های موشک ها را به پوره کشادن جسد جدا کرده می گردد. اگر جسد تصادفاً کشاده شده باشد، بولک های عضوهای پرانخیماتوزی نسج زیر پوست اکسودات را از ورم و خون می گیرد. هنگام روان نمودن خوب می شود اگر موشک های خوب خشک کرده شده استفاده کرده شود. تشخیص آخرین را هنگام جدا نمودن پرورده برانگیزنده از مصالح امراضی و فوت خوبچه های بحری بعد سرایت کنانی با پرورده به دست آمده و موجودیت منظره تشریحی و امراضی خاص یا سنجش بیولوژی مثبت با منظره خاص تشریحی و امراضی و جدا نمودن پرورده مقرر می نماید. هنگام تشخیص تفریقی حتما پیش از همه سوختنی و ورم بدصفت را باید ساقط نمود. مسئولیت پیشگیری مخصوص بعد بیماری را از سر گذرانیدن مسئولیت پرقوت حاصل می شود. حیوان‌های از 4 ساله بالا و سیاهران حساس نیستند. آنها در نتیجه سرایت پنهانی مسمومیت انگیز مسمومیت پیدا می کنند. فرمال واکسین کنسنترانیده هیدروکسیالومین ضد سیاهران مسمومیت در دوام 5-6 ماه حس می یابد و مایع ضد مسمومیت دوامناکیش تا 1 سال و از آن هم زیاد دارای قابلیت بلند مسمومیت انگیزی می باشند. همچون مایع ضد حساسیتشان ضد سوختنی و سیاهران استفاده برده می شود. برای آنکه سیاهران پیدا نشود حتما مجموعی چاره‌بینی های وترینری و بهداشتی باید گذرانده شود. همه حیوان‌های به خواجگی نو وارد شونده را در کرانتین پیشگیری کننده می‌گذارند. در پیشگیری بیماری امگذرانی فعال همه سرشمار حساس که در محل‌های نامساعد وجود دارد چاره‌بینی اساسی به شمار می‌رود. هر ساله امگذرانی پیشگیری کننده 1 کرته و 2 کرته نو بسته از دوره چراگاهی و مایع استفاده شونده حیوانات را در سنی از 3 ماهگی تا 4 سالگی می‌گذرانند. از سببی که جریان بیماری چون قاعده شدید می باشد تبابت نمودن حیوانات همه وقت میسر نمی گردد. اولی بیماری استفاده انتیبیوتیک های خلورتتراسیکلین، دیبیموتسین، امپیسیلین و بیتسیلین ثمرناک می باشد. بغفسی ورم التهابی و اطراف آن تجزیق نمودن محلول 1% دو اکسید هیدروژن، محلول 3-5% کسلات کربولوی، 3-5% لیزول یا فینول، محلول 0.1% پرمنگنت کالی
موافق مقصد می باشد. طبابت سیمتوماتیکی را نیز استفاده می برند. موافق مقصد بودن عملیات جراحی شبهه آور است. در حالت پیدایش بیماری خواجگی فرمه را نامساعد اعلان نموده کرانتین می‌گذارند. از روی شرط‌های کرانتین صادرات و واردات همچون به محل کرانتین وارد نمودن حیوان کلان شاخدار و گوسفندان و حی کرده بردن آنها توسط حدودهای کرانتین گذاشته شده، فروش، عوض‌کنی و گروه‌بندی داخلی خواجگی حیوان کلان شاخدار و گوسفندان، صادرات کاه و دیگر خوراک‌ها که از حدودهای کرانتین گذاشته شده جمع‌آوری گردیده اند منع کرده می شود. در منبع‌های سرایت همه حیوان‌های به این بیماری سرایت پذیر را به طور سریری از نظر گذرانیده حرارتشان را می سنجند. حیوان‌های به بیماری گمانبر شده را جدا می کنند و طبابت می نمایند. باقی مانده حیوانات را نوبسته از مهلت مایکوبی پیشترشان یا اینکه به اصطلاح واکسین پیشینه کرده شده تکراراً واکسینه کردن لازم است. در حالت فوتیدن حیوانات جسد آنها را می سوزانند یا در چاهی یا ترمیکی جایگیر می کنند. ذبح حیوان‌های بیمار و به بیماری گمانبر شده برای گوشت منع کرده می شود. حیواناتی که بیماری سیاهران را از سر گذرانیدند برای گوشت ذبح نمودن نه بروقتر از 30 روزی گم شدن نشانه‌های سریری بیماری، لنگیدن، ورم‌ها، غجرازنی اجازت داده می شود. شیر از حیوانات ام کرده شده و دست آمده را به محدودیت استفاده می برند. اخلاط، تکانداز و باقی مانده خوراک را که با اخراجات و یا پسمانده خوراک‌های حیوانات بیمار را که افلاس گشته‌اند پیش از نابود کردنشان و محلول گرمی 10% یاد یک خلاردار، محلول 7% دو اکسید هیدروژن با همراه نمودن محلول 0.10% آب، محلول 10% آلدهید گلوتری نمناک می کنند. خاک جای جسد فوتیده، ذبح مجبوری یا کشادن جسد حیوان را که از سیاهران فوتیده است می سوزانند و بعد با محلول آهکاب خلاردار از حساب 10 لیتر متر کوادراتی می کنند. بعد خاک را از سر نو با چقوری 25 سانتی متر قابل کرده آهک خلارداری خشک نه کمتر از 25% خلار فعال دارد از حساب به 3 حصه خاک 1 حصه آهک خلاردار آمیخته می کنند. خواجگی فرمه را مساعد اعلان می نمایند و کرانتین را بعد از 14 روز صحتیابی یا فوت آخرین حیوان بیمار و گذرانیدن دزینفکسیه های خاتموی ختم می نمایند. بینندگان گرامی، همیشه به دکتران بایطاری هر موقع هر موضعی که هستند در کدام موضع نباشه باید مراجعت نماییم. از آن جمله یشور است، سیاهران است، سیبیرسکی و از هر بیماری نباشه مراجعت نمایید به دکتران وترینری منطقه تا انیق کردن درجه بیماری کمک‌های خود را رسانند. تشکر برای دستگیریتان. ابونه شدن و لایک ماندن را فراموش نسازید. دستگیری شما پیشروی ویدیوهای ما می باشد. تشکر به دقت.